یادمون باشه روسیه در حالی جام جهانی 2018 رو انجام میداد که روزانه آتیش رو سر شهرهای سوریه میریخت و فریاد شادی تماشاگرای اون جام همزمان بود با صدای انفجار تو شهرهای شام. اما حالا که هنوز 1/1000 جنایاتی که توی سوریه انجام داده رو تو اوکراین انجام نداده، از سوی فیفا از شرکت تو جام جهانی 2022 محروم شده. اونجا میزبانیش اشکالی نداشت، اینجا حتی شرکتش هم اشکال داره. من اروپایی‌ها رو سرزنش نمی‌کنم، چون اساساً انتظار داشتن از اونا غلطه و از نظر اونا همه مردم برابر نیستن. روی سخن با خودمونه که بدونیم منطق دنیا بر اساس قدرته و ما قدرت خودمون رو کنار گذاشتیم و دل به افسانه بستیم. یادمون نره ما قومی بودیم که با اسلام عزت یافتیم و اگه عزت رو در غیر اون بجوییم الله ذلیلمون میکنه. همه داستان همینه. چشم از بقیه بردار، خودت رو ملامت کن، از خودت و خدات انتظار داشته باش، نه بقیه.